فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری نوشتن که ایشون علی از بندرعباس نوشتن که جوان 30 ساله هستند و تکرار ادرار دارن، راهنمایی کنید که چگونه وضو نماز بخوانند و که به شکل صحیح و درست باشد. از صبح تا از سر کار هستن، مجبورن وقتی که از سر کار اومدن نمازهاشون رو قضا بخوانن. آیا کار درستی میکنن یا نه؟ لطفاً راهنمایی کنید. وضوی کسانی که بنابر هر دلیلی نمیتونند وضوی خودشون رو نگه دارند و دچار سلسله بول هستند یا موارد دیگری هست که جز شکننده های وضو هست و غیر اختیاری هست، وضوی این افراد بنابر تعریف فقهی و اصطلاح شرعی اینها افراد معذوری شمرده میشوند و وضوی افراد معذور متفاوت با وضوی بقیه هست، یعنی در بخش شکننده های وضو. اگر کسی بنابر این چنین موردی که بنابر بیماری وضوء خودش را نمیتونه نگه دارد، ادرارش مثلا یا باد شکمش در کنترل خودش نیست، حکم شرعی این است که بعد از این که وقت نماز داخل می شود، یعنی بعد از این که اذان گفته می شود و مطمئن هست که وقت نماز داخل شده، وضوء بگیرد و با اون وضوء هر چی دلش خواست نماز بخواند. این اهم از نماز فرض اون وقت باشه، این نمازهای سنت و نفلی که هست، تا وقت نماز دیگر برای نماز دیگر دوباره وضوء بگیرد، برای هر وقت نماز یک وضوی جداگانه بگیرد، ولو این که در هنگام نماز و سر نماز هم وضویش احساس بکند که وضوی شکسته، ادراری چکیده، ولو این که یعنی مطمئن باشد که وضوی شکست، باز هم از نظر شرعی این فرد چون که معذور هست و کنترلش در اختیار خودش نیست، پس بنابراین وضویش نشکسته، میتونه اون نماز رو تمام بکنه، حتی نماز بعدی نماز سنت و نفل رو هم میتونه ادامه بده. این وضویی هست که به عنوان وضوی انسان‌های معذور شمرده میشه. اما یعنی بحث لباس، خب لباسش رو هر از چندگاه که آغشته شده به ادرار، اون قسمت رو لباس زیر خودش رو تمیز بکند، پاک بکند. تأخیر نماز بده به این بهانه که من لباسم کثیف هست یا مطمئن نیستم بر نماز خودم، نماز به دلم نمیچسبه، به هیچ عنوان جایز نیست. هر نمازی رو با سر وقت خودش بخونن، منتها برای هر وقت نماز وضو بگیرد و نمازش رو بخواند، ولو این که سر نماز هم وضوش بشکند.